میخوام براتون هزینه 0 تا 100 هر متر مربع ترموبود دور استخر رو توضیح بدم. یه هزینه خود چوبه که متر مربعی میانگین بین 1,200 تا 1,850 بستگی به کیفیت خود چوب داره. اگر ایرانی باشه بین 1,100 تا 1,200، اگر خارجی باشه وارداتی باشه 1,800 تا 1,850 قیمت. یه هزینه نصب چوبشه که 450 تومن هزینه نصب چوبشه. یه هزینه رنگامیزیشه که یک دست قبل از نصب رنگامیزی میشه، یک دست بعد از نصب روی کار اجرا میشه. متر مربع 300,000 تومان هزینه اونه. یه هزینه متعلقات داره مثل خرچنگ کلیپسی که میشه 200,000 تومان متر مربعی، شیارش 80,000 تومان، گرافولاتش 60,000 تومان. یه چوب زیرکار داره متر مربعی 150,000 تومان هزینه چوب زیرکارشه. و یه هزینه آهن و آهنکشی داره که آهنش متر مربعی 300,000 تومان و آهنکشی و آهنگریش هم متر مربعی 150,000 تومان هزینه‌شه. این کیفیت پروژه‌ای که مشاهده میکنید، ببینید این یراق کلیپسیه که خود چوب پیچ نمیشه، فقط شیار میخوره از بغل، کلیپس درون شیار قرار میگیره و کلیپس به چوب زیرکار پیچ میشه.